سوال از پیاده روی اربعین میکنن که این چه نتیجه دارد و برای اسلام مسلمین چه آثاری به بار می آورد. واقع مسئله این است که پیاده روی اربعین اسباب شکوه مراسم حسینی است. میگن این چه جاذبه است در قبر امام حسین، بارگاه امام حسین که اینا رو به سوی خود میکشاند. اینا باعث عظمت میشه. دشمنان وقتی این اجتماع عظیم رو در راهپیمایی و پیاده روی کربلا میبینن، میفهمند اینا جمعیتی هستند که به اهداف امام حسین بسیار وفادارند. دشمن میترسه از این نیرو و از این اراده و از این تصمیم زن و مرد و پیر و جوان و گاهی حتی بچه خردسالشو گذاشته است در کالسکه همراه خودش می آورد. خب این پیاده روی نه ضرری به کسی میزند، بلکه باعث نشاط میشه، باعث قوت و قدرت میشه و در دنیا هم صدا میکنه. هر سال هم شکوهش بیشتر میشه. امیدواریم تمام این پیاده روندگان مشمول عنایات خاص امام حسین باشند، سعی کنند انشاءالله در اثناء راه به یاد امام حسین، به یاد خدا مراقب نمازهاشون باشند، به موقع بخوانند، استراحت به موقع کنند، کمک به یکدیگر کنند، اگر یکی از راهمون به فکر او باشند، اگر کسی بیمار شد به فکر او باشند، کاملا همدیگر رو داشته باشند و این مسیر رو به خیر و خوبی بپیمایند. توفیقات همشون رو از خداوند بزرگ میخواهیم. ای کاش ما هم در این سن و سال میتوانستیم بریم که البته مشکل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا مرکز مقاومت است.